برای عزیز یک مسئله دیگر را بیان کنم. وقتی که در اطراف خیر و احسان صحبت کردیم، مقصد از رئیس جمهور هم معنای او را ندارد که همه خیر احسان ها را بند کنند، تماما مردم ما خیر احسان نکنند. مراد اینم نیست. شما این چیز خوب درک کنیم که خیر احسان در مردم مسلمان وجود دارد، لیکن این معرکه هایی که ما نام گرفتم اینا از اسلام ما نیستند، اینا از اسلام ما نیستند. لیکن ما می توانیم که برای روح مرده های خود کدام زمانی که اگر دستمان رسد، شرایط ما باشد، روز جدا نکنیم، 3 و 4 و 5 و 7 نگوییم، کدام زمانی که دستمان میرسد در حق مرده هامون خیر احسان کنیم. البته به البته ثواب خیر احسان ما بر روح مرده هامون میرسد. این یقین است، این حجت است در زیر این. یعنی عقیده اهل سنت و الجماعه همین است که این صدقات آدمای زنده بر روح مرده ها البته میرسد، لیکن فقط شرایط باشد، فقط اما حالتش باشد، فقط کیها خیر کنند، در کدام روز خیر کنند. انا همینش اینجا دا مهم و ضرور انا همین است. ولی بسیاری آدم ها همچنان هم فکر میکنند که میگن رئیس جمهور تمام خیر و صدقه را نیت دارد که بندد. نه، این هیچ کس نیتی بستن ندارد. فقط بسیاریش که از ما نیست شاید که اونها را دور کنند و کدامش که در ما هست همونهاش به تنظیم بیارند. مثلا خراجات های بلند و بالا نی با یک کمی همونها را انجام دادن است. این است. البته یک باز شما یک فهمیش دیگر همین دم پیدا کنید. اینجا سوال ها آمده است. سلام برادر عزیز حاجی مرزا، التماس با سوال های ما جواب پر دهید. 4 رکعت سنت پیش از فرض جمعه هست یا نه؟ یک گروه برادران ما نمیخوانند. دوم، در وقت خطبه یا امر معروف در نماز جمعه تحیه مسجد خواندن درست است یا نه؟ سوم، رفع یدین کردن ممکن است یا نه؟ راستی بار من از این سوالا مانده هم شدم، برای من حاجت هم نیست و خواهان او هم نیستم که در بین ما گروه بازی ها و جدایی ها و اختلاف ها پیدا شود. امروز مقصد ما دیگر چیز است. مقصد ما آرامی هست برادرای عزیز. مذهب ما مذهب آرامی هست. امروز ما وطن آباد کردن من ضرور. امروز باید که ما برادرایی که در راه های نادرستند اونها را در راه درست در آوردن در کار، نه اینکه در یک محله و در یک خانه و در یک شهر زندگی کنیم و بین یکدیگرمان الکی کینه و عداوت و بدبینی وجود داشته باشد. این به فایده کی است؟ همین مثال یک کم ترک تفکر نمیکنید، فکر نمیکنید. برای کی در کار است که من مثال رفع یدین نمیکنم شخصا خودم، یا 4 رکعت نماز پیش جمعه را میخوانم، در حالت خطبه تحیه مسجد نمیخوانم، لیکن در برابر من مثال یک کسی دیگر همین را میکنه. پس الک یک گویم اختلاف یا نافهمی یا یگان گپ مثال پراکندگی در بین ما حتمی پیدا می شود، حتمی پیدا می شود. اگرچند که من توجه ندارم، اگرچند من اهمیتم که نمیتونم، لیکن
امروز بسیار برادرای عزیز و گرامی باور کن یک سخنهای میشنوی که انسان همچنان گمان میکند که اینا فقط دشمن میکند، هیچ وقت دوست نمیکند. همین من اگر با مثال یک گروه، مثال این محله شما عبادتش دیگر و محله دیگر عبادتش دیگر، پس در بین شما یک نافهمی ها پیدا می شود. همین به فایده کی می شود؟ عاقبت همین آمده در نارامی ها می چسبد. ما یک دیگر مون بد می بینیم، به خدا قسم بد می بینیم. ولی شما درک دارین ندارین در طرف های پایتخت و یا در طرف های از او پایانترش الکه میدانین که حکمی به چی داده ایستادن، الکه یک دیگر را زده ایستادن، زدن الکه شروع شده است. این چی میدهد آخر؟ برای ما چی فایده داره؟ راه های درست گیریم. به خدا قسم این نعمت آبادی، نعمت آرامی بسیار نعمت قیمت است. از دست می رود دیگر همون شخصیت هایی که در همین مسئله خلل پذیر شده است سنت نه فرض ترک میکنند. دیگر این مسئله را برادرای عزیز بیدار نکنید. از همه بدبختیش همین است که وقتی که با یک انسانی که رفع یدین نمیکند یا آمین بلند نمیگوید یا پیروی مذهب است، او را میگن تو در بدعت و تو در ضلالتی. این چی معنی داره؟ پیروی مذهب ضلالت ای؟ کدام صاحب مذهب ما را دعوت کرده است که بیا در مذهب من درآ؟ همین صاحبای مذهب چی خدمت کردن؟ یک بار تاریخ ما و شما ورق زنیم. همون خرافات و بدعت و همون حدیث های گویم باطله که در حدیث ها در آورده بودن، این بیچاره مهنت کردن همون را چینده و تازه کرده پرتافتن. قدر مهنت در اسلام کردن. بازم این که حضرت امام ابو حنیفه این تابعین است، بازم این که عصر پیغمبر در به دنیا آمده است و حبیب خدا عصر خودش بهترین عصر گفته است. تو چیکار زبانت میگردد میگوی ابو حنیفهش کی بود؟ تو خودت کی؟ تو کی؟ تو نه خواهری با حیا داری، نه مادری با حیا داری، نه خانه با انتظام داری. تو کی داری خودت؟ وقتی نسبت یک شخصیتی که امروز تاجیکستان نه بلکه نصف دنیا پیروی مذهب امام ابو حنیفه است، تو زبانی حقارت و زبانی گویم طعنه از پیروای کس بردار. تو حق نداری. حبیب خدا میگه بهترین قرن من است، بهترین عصر من است. و تو را خدا عقل داده باشه. جلال الدین سیوطی را خدا رحمت کرد، علامه عالم مشهور دنیای عرب اعترافش میکند و این حدیثی که مسلم روایت کرده است که از بین فارس ها تاجیک ها شخص پیدا می شود، مردهای پیدا می شود که علم در ثریا باشد پایانش میکند. جلال الدین سیوطی میگوید که این بیشک ابو حنیفه رحمت الله علیه است. و سخن تو کجا و سخن جلال الدین سیوطی کجا؟ ما که با ملامتی تو از مذهب نمیگردیم، لیکن بدبختی این است که ما آینده با ناخوب میشیم، نارام میشیم، ما پراکنده میشیم. دیگر ما این نه عشق میبینیم، نه شما دیگر دوشنبه و نه کلاب میبینیم. هیچ جا رفتن نمیتونیم ما و شما دیگر. از اینجا دشمنای ما استفاده میبرند. آن چیزی که شما میگوید همش من دیدم میدانم. من خودم مبلغ و من خودم تبلیغچی ام. من کتاب تبلیغ خواندم. من نمیدانم چیکار دعوت کردن در کار. ما هم دلسوزیم برادر عزیز گرامی. ما هم باور کن آنقدر فشاری که دیدیم، والله که اگر من باوری دارم که اگر یک نفری همین بعضی از برادرها همون فشارهای ما را آوردن اگر میدید، تماما باور که پاش دیگر طرف مسجد نمیدید، مسجد نمی آمد دیگر. دیگه همه این را ما تحمل کردیم، گفتیم خیر راهی حق است، راهی درست است، سخنی حق گفتگیم، خیر بگذار عذاب کشیم. زیرا حضرت لقمان بچه‌ش گفت واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور.
بچه‌ام در همین راه با صبر باش که بسیار مشقت ها میکشی لیکن پاداش کلان میگیری. من با خاطر هم پاداش کلانش امروز گویم که همیشه در تبلیغ ها قایمیم، در همه جا دعوت ما کرده ایستاده ایم. تا امروز همون قریب 135 کسیتی که مردم ضبط میکرد من درک ندارم، من اونا را هم وادار نکردم شما ضبط کنید، لیکن در هیچ کدام امون من شما را در یگان راه نادرست خوانندگی نیستم. کسی که اونا را گوش کردگی از خودش میداند. همش احادیث های صحیح، آیات های قرآن هستند. باید یکدیگر ما احترام کنیم، یکدیگر ما دوست داریم. طرز دعوت این نیست برادرای عزیز گرامی، طرز دعوت دیگر است. ما دل بنده های خدا را سیاه نکنیم. خداوند همه عمل های ما و شما را میبخشد مگر شرک نمیبخشد. اگر من رفع یدینم نکنم، با رفع یدین نکردنم خدا مرا فردا دوزخ نمیبرد. 4 رکعت سنت وجود دارد. علی قاری خدا رحمتش کنه دیدن نقایه را تماشا کنه، روایت میکنن، حدیث میارن. علی قاری هم با خودش موضوعات دارد. او حضرت سقه در حدیث میگن، عالم مشهور در مذهب امام ابو حنیفه یک رساله مخصوص برای انگوش برداشتن انگوش کردگی است. عالم برجسته است علی قاری. حضرت میگوید وجود دارد، میگوید در شرح نقایه فتح الباب هم این موضوع را میارد. امام نووی خدا رحمتش کند، نیووی که الان کتابش در پیش من است، روایت میکند که عبدالله ابن مسعود همیشه امر میکرد که شما پیش از جمعه 4 رکعت نماز خوانید. عبدالله ابن مسعود که همه سرچشمه فقه ابو حنیفه از عبدالله ابن مسعود بود. برای این برادرای عزیز گرامی اطراف اینا ما بحث و مناظره نکنیم. من نمیخوام که اطراف آنچه که در اینجا هست بحث و مناظره ها داشته باشم. فقط از شما خواهش من این است یکدیگر ما احترام کنیم، یکدیگر را در ضلالتی، در بدعتی، تو پیروی مذهبی، تو گمراهی، این در تو حق نداری. اگر این خیل برآمد کنی از همون گفته های خودت هستی. عقیده تحویه را ما در اونیورسیت اسلام آباد میخوندیم. عقیده تحویه که امروز گوییم که عالم اسلام میخوانش، وای پیروی مذهب امام ابو حنیفه است، وای گمراه است. دنیای اسلام میخوانش، عرب ها درس میگفتن ما را، وای گمراه است. اگر اندیشه کنی چی گفته ایستاده اید؟